انیمیشن داستان جزیره اسرارآمیز اثر ژول ورن. در روزهای پایانی جنگ داخلی آمریکا، بالون فرسوده 5 مرد را از میان دود و آتش شهر سوخته به آسمان طوفانی برد و سرنوشت نامعلومشان را به سوی ناشناخته‌ها کشاند. بالون دیگر توان مقاومت نداشت و سقوط کرد. مردان در امواج خشمگین اقیانوس افتادند، در حالی که به زندگی چنگ می‌زدند و امیدشان تنها به یکدیگر بود. صبح که چشمانشان باز شد، خود را روی ساحل زیبا و ناشناخته یافتند، میان جنگل‌های تاریک و آرام، جایی که هیچ نامی نداشت و پر از رمز و راز بود. با احتیاط وارد جنگل شدند و به دنبال آب، غذا و پناهگاهی امن گشتند. هر قدمشان با ترس و کنجکاوی همراه بود. در دل صخره‌ها غاری پنهان یافتند که می‌توانست خانه‌ای امن برای شروع دوباره باشد و آن را به پناهگاهی برای خود تبدیل کردند. ردپاهایی مرموز کنار رودخانه پیدا کردند. معلوم شد تنها نیستند و حضور کسی یا موجودی در جزیره حس شد. با مهارت سایروس و تلاش همه ابزار ساختند، آتش دائمی روشن کردند و زندگی را روی جزیره شروع کردند. کمک‌های مرموزی ناگهان ظاهر شد. غذا و ابزارهایی که کم داشتند به شکل عجیب و بدون نشانی از فرستنده در اختیارشان قرار گرفت. حیوانات وحشی حمله کرد و آنها با سلاح‌های ابتدایی از خود دفاع کردند. برای نخستین بار خطر جزیره را تجربه کردند. زمین‌ها را کشاورزی کردند، حیوانات اهلی شدند و جزیره به خانه‌ای واقعی تبدیل شد که هر روز بهتر و امن‌تر می‌شد. طوفانی سهمگین شب را فرا گرفت و باد و باران غار را به لرزه درآورد. گروه با ترس و نگرانی به صدای رعد و برق گوش دادند. صبح روز بعد همان کمک‌های مرموز دوباره ظاهر شد. غذا و ابزارهایی که گم شده بودند به شکل معجزه‌آسا کنارشان یافت شد. سایه‌هایی در جنگل دیده شد و آنها فهمیدند جزیره فقط طبیعت وحشی ندارد، بلکه موجودات یا انسان‌های ناشناخته‌ای نیز در آن حضور دارند. به عمق جنگل رفتند، رودخانه‌ها را با قایق‌های کوچک گذر کردند و موجودات ناشناخته و شگفت‌انگیزی دیدند که هم ترسناک و هم جالب بود. آتشفشان جزیره دوباره و گدازه به آسمان رفت. آنها با وحشت، عظمت و خطر طبیعت را مشاهده کردند. بزرگ به آنها و مجبور شدند با شجاعت و اقتدار از خود دفاع کنند. تجربه‌ای واقعی از خطر جزیره. برای نجات آتشی بزرگ روی صخره روشن کردند و دودش به سوی افق رفت تا شاید سیگنالی به جهان بیرون باشد. غاری تاریک پیدا کردند با نمادهای باستانی و عجیب روی دیوار و با چراغ در دست وارد شدند. کنجکاوی و ترس در دلشان موج می‌زد. از دهانه غار سایه‌ای عجیب شبیه زیردریایی دیده شد و گروه با حیرت فهمید جزیره رازهای بزرگی دارد. کاپیتان نمو از سایه‌ها ظاهر شد، مردی با ریش سفید و چشمانی پر رمز و راز که سالها در اعماق اقیانوس زندگی کرده بود. نمو داستان زندگی خود را تعریف کرد، سفرهای زیر آب، مبارزه با ظالمان و انتخاب تنهایی در اعماق دریا. گروه آماده ترک جزیره شد و آتشفشان در آسمان هنوز بود. دلهایشان زندگی و امید به آینده بود. در همان لحظه آتشفشان جزیره به شدت فوران کرد. گدازه‌ها و آتش زمین و دریا را گرفت و آنها با قایق فرار کردند. کشتی نجات آنها را پیدا کرد و یکی یکی به کشتی منتقل شدند. هر قلبی پر از رهایی و شکرگزاری بود. آنها آخرین نگاه را به جزیره اسرارآمیز انداختند، جایی که 5 سال خانه‌شان بود و حالا در دل امواج مدفون شد. اما یاد و تجربه آن همیشه با آنها ماند.